پیشتر خود شهر دوشنبه یک چراگاه بزرگ زنبوری اصل بود. همه درخت اکاسیه سفید شنونده بودیم. انا حاضر درخت اکاسیه سفید نیست شده است. بجایش چنار شده است. گویا که پرابلم اساسی چراگاه زنبوری اصل سال تا سال کم شده است. من تکلیف میکردم، کوشش میکردم که چیزای خوزگی های نهال پروری، نهال اکاسیه سفید، نهال درخت کشتن، نهال درخت جوکا یا که لیپا میگویند، همون نهال ها را پرورش کنند، پهن کنند که تا که چراگاهی یعنی جای چراگاه زنبور اصل وسیع شود و پرقوت شود.